سلام رفقای نور و آگاهی، هم مسیری های ارزشمندم، احوالتون چطوره؟ باز هم به یک روز زیبا اومدیم، به یک روز بی‌نظیر که خدا نصیبمون کرد که تجربه کنیم و امروز هم طلوع رو ببینیم و پرتوهای درخشان خورشید رو تجربه کنیم. خب دوستان عزیزم، ما قبلا در مورد پاکسازی هایی که حالا با نمک، انار، سرکه، شمع، آیات قرآن، اذکار الهی، اسماء الهی و اون اسفند و دود یا به قول طب سنتی دخان درمانی رو گفتیم چجوریه. ولی بعضیا دوباره اصرار داشتن که در مورد پاکسازی نمک بگیم. خب اینا بلورهای نمک هستن که توی لایو اگه ببینین نمکه، چیز خاصی نیست. خب اصرار داشتن که پاکسازی رو دوباره بگیم. حالا سرکه و نمک رو من انتخاب کردم که دوباره با هم مرور کنیم. خب عزیزان، گفتیم که نمک همونطور که ما میخوریم، خب قبل از اینکه یه غذایی بخوریم میگیم یه ذره نمک بچشیم. خب انگشتمون رو بزنیم به نمک و حالا لیس بزنیم. در این حد چیکار میکنه این نمک؟ دستگاه گوارش ما رو پاک سازی میکنه. در واقع گفتیم روشن میکنه. تو نامه‌ای که اعضای بدن ما نوشته بود برامون گفت که یه ذره نمک بچش. از طرف معده میگم لطفاً یه ذره نمک بچش قبل از غذا که دستگاه گوارش روشن بشه، پاک سازی بشه. بعد غذاتو بخور. ظرفتو پاک کن، تمیز کن، بعد غذاتو بخور. همین نمک میتونه انرژی های ما رو، همین حاله های بخاری رو که گفتیم عمیقاً پاکسازی کنه. همین بخار آبی که گفتیم توی دوش حمام محیطمون رو پر از آب میکنیم که حاله هامون در اون کاملا پوشیده بشن. یه ذره نمک اضافه میکنیم. چطور؟ اون شوری دریا رو که دیدین، خب میرین دریا، آب دریا شوره، به خاطر نمکش میریم. خب همین اندازه ما یک کاسه آب و دو گاشو نمک دریا میریزیم توش. شوری که به اون حد رسید با اون دوش میگیریم. آخر سر میریزیم، کل بدنمون رو با اون میشوریم. یه 5-6 دقیقه آروم ماساژ میدیم و تمام. آخر یه آب هم میریزیم روش رو دیگه، همین شوری آب میره. ولی یه ذره خب نمک حالا طعمش میمونه تو بدنمون یه خورده. همین خودش پاکسازی حاله هامون رو انجام میده. خب محیطمون رو چطور؟ اندازه هایی که میبینین خب به این اندازه سنگ نمک ها رو گوشه های خونتون میذارین. تو حالا هر 4 گوشه قرارش میذارین، قرار میدین توی تخت خوابتون، اتاق خوابتون و خیلی مهمه این جلوی آینه هامون جلوی آینه هامون رو نمک قرار میدیم. حالا چرا انواع چراغ نمکی هم هست، حالا نمک هایی که روش نوشته داره ونگکات نوشته، اونم به جای خود، ولی خیلی همین سادش که همه جا پیدا میشه، از اینم میتونین استفاده کنین. این هم از پاکسازی هایی بود که ما تو لایو هامون خیلی گسترده گفتیم و انجامش دادیم. هم دوش گرفتن، هم محیطمون رو چطور با نمک پاکسازی کنیم. البته پاکسازی که برای محیطمون انجام میدیم و توی خونمون میذاریم، اینو هر ماه حداقل یه بار میذاریم جلوی آفتاب، قشنگ اون نمش کشیده بشه. جلوی آفتاب میبینین یه نم میده نمک ها از خودش. اگه گرال بدین متوجه میشین، یا حتی اگه بشورین گرال بدین جلوی آفتاب که این خشک بشه، هی برین نگاه کنیم میبینین علاوه بر این که خشک نمیشه یه ترک مانندی هم انجام میده. خب انگار آبو میکشه بیرون هرچی آفتاب میبینه، چون رطوبت خونه رو به خودش میگیره. خیلی جالبه نمک، دنیاش خیلی عجیبه و ضرب المثل معروفی که میگه هرچه بگندد نمکش زنن. دیگه مشخصه. اینو توی جسممون، توی خوراکی هامون، همون برنجی که ما میخوایم نگه داریم یا حبوباتی که میخوایم نگه داریم برای مدت طولانی، نمک میریزیم توش. طبیعیه و خیلی عادیه برای ما. همین کار رو با حاله ها و انرژی هامون هم میتونیم انجام بدیم.
اما یه پاکسازی خیلی عمیق‌تر دیگه که قبلا روش بحث کرده بودیم سرکه بود و خیلی از دوستان اصرار کرده بودن که خب بگیم ما تو خونمون احساس سنگینی میکنیم، اختلاف است، با پسرم به مشکل برخوردم، با شوهرم رفتارم خوب نیست. خب علاجش اینه، نه به زور میخوام بگن ما بریم یه جادو جنبلی یا دعا نویسی، یه چیزی باید بنویسه. علاجش اینه، سرکه است. پیامبر خدا گفته تو خونه ای که سرکه باشه شیاطین وارد نمیشن. حالا بگو نیروی تاریکی، بگو نمیدونم انرژی، سحر، جادو، هرچی. خب علاجش همینه. نه میخوان یه چیز دیگه پیدا کنین که تو دنیا یافت نشه، اون حالا یه بحث دیگه. ولی کسی که به پیامبرش معتقده، به دینش معتقده، به علم، به طب سنتی معتقده، سرکه خودش کافیه. حالا سرکه رو برای پاکسازی چطوری استفاده کنیم؟ معلومه عزیزم، ما چیزایی که میخوایم نگهداری کنیم یا پاکش کنیم توی سرکه نگه میداریم. البته سرکه‌ای که واقعی باشه دیگه، یه اسانسی نزده باشن، خونگی باشه. انواع سرکه فرقی نمیکنه، مخصوصا سرکه انگور. حالا سیب میشه استفاده کرد. یه ذره گپ رو بعد غذا میچشیم، عین نمک تو سفرمون میذاریم، رو غذامون میریزیم، تو محیط خونمون نگهش میداریم و مثل همین نمک باهاش دوش میگیریم. یه ذره به آبمون میزنیم. قدیم الایام یه آب چاهایی بود، یه ذره شور بود، طعم تندی داشت. خب اینقدر تندش میکنیم، شورش میکنیم آبمون رو و با اون دوش میگیریم. حالا اگه بخوایم دیگه زیاد استفاده کنیم، یه کم، حالا زیاد نه، یه قاشق مثلا فرض کنید سرکه باشه، یه مقدار آبی که بتونه کامل پاهاتون رو پوشش بده بذارین تو آب و سرکه و نمک بهش اضافه کنین. حالا میخواین نور علا نور باشه که از آیات قرآن هم میتونین استفاده کنین. همینطور وجودش هم میتونه انرژی های ضعیف و مدار پایین رو تو خودش بسوزنه و از بین ببره. خودش خیلی خوبه. حالا ما با شم کاری نداریم، ولی مستقیما نمک و مخصوصا سرکه توی طب سنتی و طب عامه بسیار تاکید شده و مجرب هستش. من اینا رو تون گفتم چون قبلا تو لایوامون کاملا اینا رو توضیح داده بودیم. اگه کسی اطلاعات زیادی خواست یا کاربردش رو متوجه نشد، میتونم دوباره توضیح بدم. همینطور وجود گل‌های طبیعی رو گفتیم و ما توی زمستون هر روز گل تازه داشتیم توی لایوامون و گفتیم که از گل طبیعی استفاده میکنیم که به شدت انرژی خونمون رو بالا میبره و اون انرژی های سطح پایین که میاد اول گل‌ها رو از بین میبره. اگه یه بلای، یه انرژی منفی، حالا توسط انرژی منفی وارد میشه بلای، اگه بخواد وارد خونه‌ای بشه خدایی نکرده، اول میاد چیزایی که ارتعاش و فرکانسشون پایینه اونا رو از بین میبره. مثلا یه کسی مثلا برمیداریم نوزاد و میریم ما به یه مهمونی، این نوزاد زود چشم میخوره. چرا؟ چون لطیفه، چون پاکه. خب مقاومتش کمه. گلها هم همینطورن. اگه چشم زخمی باشه اول به اون گل یا وسایل یا اشیامون یا حتی حیوانات و مرغ و خروسی که تو خونمون داریم به اونا آسیب میزنه. برای همینه که میگن صدقه بدید، قربانی نذر کنید و اینا. گلها هم همینطور میتونه پاکسازی کنه، ولی برای ابطال سرکه قوی ترین خوردنش و استفاده حالا به صورت دوش و وجودش تو خونه، تو فضای خونه باشه. و قدیم ما باز هم ضرب المثل داریم که حد بشکند دستی که نمک ندارد. همینجور این نمک ها رو میتونیم توی دستامون نگهداری کنیم. خب و یک روش دیگه که میتونین از سرکه استفاده کنین به این نحوه که میتونیم روی مواد شوینده‌تون، رو مایع ظرفشوییتون یه مثلا اندازه حالا چند قاشق اضافه کنین که همراه شستن ظرف غذاها اونا رو پاکسازی کنه. اگه بسم اللهی نگفتیم تو خوردن غذامون سفرمون و ظرفامون رو پاکسازی میکنه از اون نیروهای تاریک.
حالا من اینا رو تون گفتم چون قبلا بحثش رو کامل مفصل کرده بودیم برای اون چند تا عزیزی که اصرار داشتن پاکسازی محیط خونمون رو دوباره بگیم. هر کاری که برای پاکسازی حالمون انجام بدیم، این یه شاه کلید دوستان روزیتون شد. هر کاری که برای پاکسازی حاله ها و روحای بخاریمون انجام میدیم تو محیط خونمون هم میتونیم انجام بدیم، همین تأثیر رو داره. خب من باز امروز دوست داشتم در مورد حضرت رقیه بگم، در مورد کودکان که قلبشون پر از پاکیه و همیشه وقتی گهر میکنن به هم میگن که گهر تا قیامت، ولی به قول شاعر و چه زود قیامت میشود در کودکی و زود میرن و با هم آشتی میکنن. امیدوارم که این ماه سفر مظفر ماه آشتی و ارتباطات خانوادگی ما باشه، مخصوصا به کودکان و دخترانمون مهر و محبت انجام بدیم که اینم بسیار نیروهای تاریکی و شیاطین رو خشمگین میکنه. الهی که خشمگین بشن از ما و ازمون دور بشن به هر نحوی، با وجود ماده های طبیعی، معادن، طبیعت و مهر و محبت و صلح و صله ارحامی که در بینمون وجود داره. همشون پاک سازی کننده هستن. امیدوارم که خدا نصیبمون میکنه، ما از خدا میخوایم و توفیقشو انشالله که خدا میده برامون. خب آهنگم متناسب سرکه دیگه جور کردم. سرکه خودش خوراک انبیا علیه السلام هستش. فردا میخوام یه خوراکی بگم با سرکه بسیار خوشمزه و تغذیه کننده هستش. خوراکی حضرت نوح علیه السلام رو فردا میگیم. یه خوراکی که باعث شد طول عمر بسیار بلندی داشته باشه و جوانسازی هم میکنه. بنوشین و جوان بشین انشالله. ممنونم که همراه هم بودین، از تک به تکتون متشکرم. فردا در مورد خوراکی با سرکه و یک ابر خوراکی که خوراک انبیا علیه السلام بود با هم خواهیم بود. خب به تک تک ثانیه های امروزتون سلام میدم، به تک تک نفس هاتون سلام میدم. سلام به روزی که در اون هستیم، به ثانیه هایی که در اون تا شب زیست خواهیم کرد. روزمونو با صلوات ادامه خواهیم داد برای هم و به یاد هم، برای خاندان نبوت و نور. اللهم صل علی محمد و آل محمد.